السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبح ان شاء الله. الحمد لله. استاد سوال داشتم همین در کاندیدی است که سیخ در سیخ تورپزی کار میکنیم و در اینجا تعام میدیم و ما اینجا در روسیه هستیم. در این روسیه نصرانی ها دولت نصرانی است که الله هم میگوید که تعام های نصرانی ها اهل کتاب از ما حلال است، اما بسیار اینها اتیست هستند که همین تعام ها را خوردن به ما جایز است یا نه؟ در آنها گوشت های مرغ و گاو هست یا ماهی. بسیاری اینها چی هستن گفتید؟ اتیست هستند که یعنی اتیست معلوم است که وای یعنی نصرانی نیست الکی. اتیست لا سلاطین لا کلیسا، یعنی وای هم مسجد این کار میکنه و هم سرکفه لا کمونیست است. وای عموما وای قربانی و ذبحش خورده نمیشد، اما نصرانی که طبق شریعتش عمل میکند، یهودی که طبق شریعتش عمل میکند، بله مثال ما در بعضی کشورها یهودی های دیدیم که بسم الله گفته میکشن و بعضی مسلمان ها رفته از یهودی ها گوشت خریده میخوردند و اون یهودی ها هم یا از مسلمان ها رفته از مسجد میخریدن یا خودشان میخریدن، از آن نصرانی ها را نمیخرید، چون نصرانی ها به دین عمل نمیکنن. بنابراین نمیشد خورده از آن اونها بسم الله نمیگویند. اگر مسلمان هم کسی دعوای اسلام کند، من مسلمان گوید بگذار نماز خوان باشدم، بسم الله نگفته کشت فرزم یا نماز خوان فرزم من همین گوسفند به بسم الله کشتم، خورده نمیشد، از آن من خورده نمیشد اگر من به بسم الله کشم. پس چی جای نصرانیه که به بسم الله کشته است؟ فهمیدید برادر؟ برای همین احتیاط کنید، مسئله طعامتون نگاه کنید. و درست است که مثلا الله تعالی طعام نصرانی ها و زناشون و از آن یهودی ها برای شما حلال است گفت، لیکن بشر باش دیگه قیداش هم هست. آخر بسم الله گفته باشن و گرگاش بریده باشن، سرش به پیستلت که زده کشته باشن، خورده نمیشد. مثلا یعنی حاضر امروزها طریق شرعی در بعضی کشورها کشته نمیشه، حیوان خونش نبرآورده میکشن، نمیخواه حرام میکشن، نمیشد خورده. باید ذبح طبق شریعت باشه. بله اینها در استاد هم من نصرانی هم میگوین، اما از نصرانیت هیچ چیزی یادش نمیدونن. همین خیلی رنگی بعضی مسلمان های ماده، من مسلمان میگو هیچی نمیدونه از اسلام.